سلامت باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و عزیزان، تک تک شما در این مجلس خودتان و در مرکز اسلامی خودتان خوش آمدید. شما هر کدامتان از من در این مجالس مقدم ترید. شوخیانه و ظریفانه همان را میگویم که گفت بیا بیا که خوشم آمد ز آمدنت، هزار جان گرامی فدای هر قدمت. مجالسی از این دست برای زنده بودن در جهانی که هر لحظه و هر ساعت و هر روز زندگی انسان سلب می شود حیاتی است و حائز اهمیت است. ما فوق العاده به همچون مجالس ضرورت داریم. ما از بسیاری از امتیازات مادی و فرهنگی و معنوی که مردمان در طول و عرض این معموره دارند محرومه. سبب این محرومیت پراگندگی ما، تفرق ما بوده است. تفرق ها، پراگندگی ها جوامع را آشوب زده می سازند. جوامع آشوب زده جوامع فلجی خواهد بود. گفتنی ها در این باب زیاد هست. چیزی که جوامع آشوب زده را اندک منسجم می سازد ادب هست و ادبیات هست. ادب و ادبیات را ما تنها در چوکاتی محض مادیش نبینیم، به این معنا که هیچ امتی و هیچ مردمی در جهان از ادبیات مستغنی نیست. منتها ادبیات مسلمان ها یک نوع فرقی و یک نوع امتیازی در تناسب با ادبیاتی که بعضی مکاتب ماتریالیستی داشتند فرقی دارد. ما به طور مثال دو ادبیاتی مادیگرایی را داریم که خوب تولیداتی دارند در عرصه هنر، در عرصه فیلم، در عرصه مثلا سیناریو، در عرصه مثلا نوشته، ولی بینش دنیوی خودشان را داشتند که در بعد از انقلاب 17 اکتبر در روسیه بوده و یکم بعد از آمدن ماو سیتونگ در چین بوده. اما بقیه مردم های متدین، عیسوی ها، یهودی ها و مسلمان ها، اینها ادب و ادبیاتشان را از ابعاد معنوی هم مطرح کردن. ادبیات اینها بعد معنوی هم داشتن، ولی وقتی که ما مقایسه میکنیم و با مقارنه میگیریم ادبیات ادیانی که آسمانی هستند را، یعنی بین یهودیت و بین عیسویت و بین اسلام، ما فوق العاده یک سرفرازی و یک گردن درازی را در ادبیات اسلامی ما میبینیم. ادبیات اسلامی همی است که از هر قوم و از هر قشر و از هر محل و از هر محله اشخاصی را بیرون کرده است که برای همین امت و برای یک بدنه واحد فرهنگی و دینی و اعتقادی اینها سرودن، در هر عرصه سرودن. پس ادبیات را میتوانیم بگوییم که زبانی دومی تعبیر دین مقدس اسلام در رسانیدن پیام اتحاد و وحدت هست. شما به طور مثال دور نمیرویم، در خود افغانستانی که بسیاری از مسائل و بسیاری چیزهای در این شکست خورده، ولی ادبیات این را کمی زنده نگه داشته. ما میبینیم که بیدل راهنمای مردم افغانها به یک مدرسه تبدیل میکنن. بیدل را بزرگترین کسی که بعد از هندوستان و بعد از این چیزا زیادتر رشد دادن، حتی در تناسب با ایران مردم افغانستان بودن. حتی ایران در عرصه
به اصطلاح ساز و طربشان حتی این را داخل کردن که اگر حوادث به شکل دیگر پیش نمی رفت شاید افغانستان صاحب یک مدرسه بیدل خانی و بیدل شناسی خوب می بود. مولانا جایگاه خود دارد. این شب مصادف با 5 ژانویه سال 2023 میلادی هستیم. تجلیل از شخصیتی هست که بسیار والا، شخصیتی که ناشناخته نیست، شخصیتی است که شناخته شده فوق العاده در کتب ما، در کتب تواریخ ما و در چندین سال اخیر هم در افغانستان اندکی در سطح رسمی و در سطوح غیر رسمی هم و در مجامع فرهنگی هم تجلیل و بزرگداشتی و صورت می گرفت. اینکه ما در اروپا، افغان‌هایی که در اروپا هستند، چرا اینقدر در مقابل مسائل ادبی ضعیف هستند با وصفی که داد و دعوا هم زیاد هست؟ این هم یک چیزی است که ما باید این را تلافی بکنیم و ما براتون گفته میتونم که اولین تلافیش از آدرس مراکز اسلامی شاید این مرکز اسلامی بوده باشه و این میتونه جوابی بوده باشه برای بعضی شاید سوالی که آیا مراکز اسلامی تنها برای انجام عبادت هستند، تنها برای یک ذکر کردن و برای خواندن نماز، و یا اینکه مراکز اسلامی از خود رسالتی بزرگتری دارند؟ جواب این سوال بسیار واضح هست. اسلام دین شامل هست، اسلام دین همه شمول هست، اسلام دینی است که پیامش در همون وقت اولی که آمد پیغمبرش به مدینه اولین معاهده را که امضا کرد با یهودی ها امضا کرد و گفت با شما شهروندی واحد مدینه هستیم و بزرگترین تفسیر از معاهدات را شما در چیزی که به نام میثاق مدینه یاد میشه شما میبینید. گرچه محور صحبت ما اون نیست ولی ارتباط گرفت که رسول کریم صلی الله علیه و سلم برای یهودیان مدینه کاملا حق آزادی در اعتقادشان را با نام ذکر کرد. یهودی های بنی عوف آزادیشان را دارند، یهودی های بنی قریظه از یهودی های دیگر آزادی های تان و در مقابل دشمن مشترک هستیم و اختلاف اگر در تفسیر و در فقره از فقره های معاهده می شود رسول کریم صلی الله علیه و سلم او را بیان می دارد. عبدالعزیز kannst du das lassen und den wenn man nimmt okay weil das kann بنان فوق العاده فهمیدن این مسئله حیاتی است که اسلام دین همه شمول هست. از این خاطر در مساجد تمام انواع و اقسام مسائل طب، هندسه، فلکیات، نجوم که شاعری و ادیب امشبی ما یکی از فرزندان بزرگ علم نجوم و ریاضیات و این مسائل هم هست، همه در مساجد انجام میپذیرفت. افغانی هایی که در اروپا و در غرب زندگی میکنن من بعد خواستن بعد از شرایط فعلی که شما خودتان میفهمید در افغانستان چی وضع هست، فوق العاده ما و شما پیام ما عملکرد ما باید تدویر و برگزاری همچون مجالسی بوده باشد و این را بتوانیم از طریق شبکه های اجتماعی و رسانه های اجتماعی که در دسترس ما هست این را ما پخش کنیم. ما حداقل کسانی که اعتقاد سلیم اسلامی دارند از آدرس دین مقدس اسلام و از آدرس مراکز اسلامی گندگی هایی که به اسلام نسبت داده می شود و تلاشی که اربابان باطل با استفاده از سفهاء الاحلام از این مردم ها در مقابل دین انجام میتن از طریق غبار زدایی شود و این گندگی ها از آدرس صحیح و درست رد شود. به هر صورت زیاد نمیرم چون اینجا صحبت های دیگری هم هست. به این نکته میام که اسلام و شعر
چرا شما در قرآن میبینید که تا جایی از شعر، اول این پرسان که شعر چی جایگاهی داره در قرآن و در اسلام؟ شعر در قرآن عظیم الشان از پیغمبر نفی شده، از پیغمبر رد شده. خداوند متعال در قرآن میفرماید که و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له، ما به پیغمبر شعر را یاد ندادیم و به پیغمبر شعر نمیزیبد، پیغمبر شعر نمیزیبد. فوق العاده پیام صریح و واضح و معجزه سان برای کسانی که امروز ادعا میکنن که قرآن شعری بوده و از زبان پیغمبر گویا برآمده. قرآن در اون وقت برش خدا متعال برای پیغمبر خدا توضیح قرآن گفت که نه شعر است. اما رسول کریم صلی الله علیه وسلم خودشان با شعر زندگی کردن. حضرت حسان بن ثابت شاعر رسول خدا بود. زمانی که مشرکین در مقابل رسول خدا صلی الله علیه و هجوم میکردن، بدگویی ها میکردن، پیغمبر یکی از جنگهایش جنگ فرهنگی بود، با حضرت حسان بن ثابت گفت ایه یا زیاد گفتن بگی، شعر سرودن بگیر. حضرت حسان بن ثابت را گفتن که شعر بهترینش چیست؟ گفت اجود الشعر اکذبه، گفت بهترین شعر، زیباترین شعر اما شعر است که در او دروغ و مبالغه زیاد باشد. یعنی شعر عبارت از یک سلسله تخیلاتی هست، عبارت از یک سلسله پردازهایی هست، چیزهای عجیبی که از این خاطر زبان دین، زبان رسول کریم صلی الله علیه و آله از این زبان فرق کرده. برای پیغمبر خدا فوق العاده جایگاه را برای شعر قائل بود. یکی از نمونه ها، یک نفری پیغمبر خدا را همیشه کعب بن زهیر میگفتن، بد میگفت، مشرک بود، بد میگفت. مرد که در آخر توبه کرد، مسلمان شد. گفت میسم پیش پیغمبر خدا میرم، تنها می آمد یک میگفت من مسلمان شدم، خلاص گپی نبود. مرد که به نام وحشی کاکای پیغمبر خدا را به شهادت رساند، باز هم آمد پیش پیغمبر خدا. حضرت حمزه را کشته بود، جیگرش را هم کشیده بود، ولی پیغمبر برش چیزی نگفت. گفتن که چرا چیزی نمیگویی؟ گفت الاسلام یجب ما قبله، گفت اسلام هر چیزی که از سابق باشه اون را میشوید. این مردکی که پیغمبر را بد میگفت در شعرش، میتونست که بیاید و بگوید من مسلمان شدم، اما اینطور نکرد. آن یک قصیده شعری به پیغمبر خدا گفت. قصیدهش را با چی آغاز کرد؟ شاید شما تعجب کنید. قصیدهش را با الحمدلله رب العالمین آغاز کرد؟ نه. قصیدهش را آیا با نعت پیغمبر خدا آغاز کرد؟ نه. قصیدهش را با سعاد آغاز کرد. سعاد یا کسی بود که دوست داشت سعاد را، یا کسی بود که یک تمثیل یا یک نمونه ای از مثل که ما شما در شعرمان میگیم، در فارسی هم هست، در پشتو هم هست، در ازبکی هم هست، لیلا ایمان میگوه. این شاید ممکن واقعیت نداشته، یک چیزی میگه، میتونه سعاد یک لیلای تعبیرش باشه. اول شعرش را با همی آغاز کرد پیش پیومن، بانت سعاد و قلب الیوم مطبول. شعر یادم اما تو آمد گفت سعاد امروز از من جدا شده و دل من اینطور هست و اینطور. نمیتونه قصه را شعر با پیغمبر خدا آمد. پیغمبر خدا چی گفت؟ ای تو این تو کردی، تو نام سعاد گرفتی، تو چرا تو گفتی تو در محضر ابدا. قدیفهش را برش تحفه داد و اون مردک تا آخر عمرش فخر میکرد که ما از پیغمبر خدا ما قصیده گرفته است، قدیفه گرفته است، تحفه. شعر این جایگاه شعر و غزل در در نزد رسول کریم صلی الله علیه و سلم. دختری رسول کریم صلی الله علیه و سلم شعر میگفت، حضرت فاطمه زمانی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فوت کرد، شعری بسیار زیبایی دارد. میگه گفت که انا فقدناک فقد الارض وابلها وغاب مزغبت عنا الوحی والكتب فلیت قبل الوقت کان الموت ادرکنا لما نعیت و حالت دونک الکثب. ما تو را گم کردیم ای پدر، گم کردن زمینی خشک باران را. کاش که پیش از اینکه وقت و اجل سری تو رسید بالای ما می رسید، وقتی که ما تو را دیدیم که توده های ریگ را بالای تو می افگنن. یعنی شعری رقیق از دختر. حضرت علی فوق العاده شاعر بود. حضرت علی یک دیوانی داره، شعراش جنگ برام زینبیات، زنی گرفت بعد از حضرت فاطمه برام زینب. شعرش هم در عشق زینب هست. این چیزای
چیزایی نیست که بگوی که این از نظر روایت ضعیف است. قویتر از 10 حدیثی که امروز برای حدیث اینها در جامعه تقدیم میکنن، روایت ها از اینها قویتر هست. ولی در جوامعی که راه نیافته و مطرح نشود دیگر مثلا شکل دیگری است. و این تعلق به خود ما داشته که ما یکی سبب مسئولیت سری طبقه ملا و عالم و این مسائل هم هست. همیشه شکلی بوده یک نوع ائتلاف بین ارباب و بین عالم، مثل اونمو هندیا واری که طبقه 3 طبقه داشتن، یک طبقه برهمن و یک طبقه شاها، همیشه یک ائتلاف بینشان، ای او را میپوشانیده، ای او را میپوشانیده، ای برای از او پاس میداده و برای از او پاس میداده. طبقه سوم به عنوان همون مظلوم مانده. در بعضی جوامع من جمله افغانستان هم متاسفانه همیشه یک نوع ائتلافی در همینجا بین طبقه ملا و عالم و بین طبقه ارباب های قوم وجود داشته. ای او را میتونه و حقایق گم میشده میرفته، بعد حقایق گفته شد. هر صورت شعر جایگاه بزرگی دارد در اسلام. ما اگر فرصت نیست، اگر فرصتی دیگری باشه که ما تاریخ شعری، ما عصر شعری دولت اموی داریم، ما عصر شعری دولت عباسی داریم، شعرهای دولت عباسی داریم. اولین بار عجمی ها در دوران عباسی ها، اواخر اموی ها و اول عباسی ها به شعر روی آوردن. بزرگترین کسی که مشهور شد به شعر از غیر عرب ها بشار ابن برد تخارستانی بود که از تخار بود، که از جمله اسیرا بود و کور بود و در بادیه رفت و دیوانش هم هست در مصر چاپ شده به نام دیوان بشار ابن تخارستانی. و جالب این است که همین آدم در همون زمان خب بلا تعصبات وجود داشته، عربی و عجمی بینان. یکی از جمله کسانی که به اصطلاح با تعصبگرایای عجم مشهور میشوند همین آدم هست، ولی کسی بازم غرضش نمیگیره، اشعارش در بین مردم منتشر بود. بعد از اون کسان دیگری آمدن تا اینکه بعد شعرهای عرفانی پیدا شدن. شعر عرفانی، شعر یکی شعر حماسه است، شعر مرثیه است و شعر غزل است و شعر عرفانی. در اشعار عرفانی بعد سرایی سیب و عطار سیب و بعد کسان دیگری میان، خوب گنجوی میآید و دیگه که بعد مولانا خوب مدرسه به تنهایی خودش است و وزن خودش را داره. شعر حماسه است که ابوالقاسم فردوسی اونها داره. و بعدی پسان شعرهای عرفانی که سبک هندی و بخارایی ویژه داشتن، اینها یک آمدن که از جمله از اینها یکش اینمی شاعری امشبی ماست، امیر علی شیر نوایی ملقب به نظام الدین، که را امشب ما و شما به اصطلاح بزرگ داشت از سال روزی وفاتی شخصیت فرهیخته ما میگیریم که مطابق با 3 جنوری تاریخ وفات از اونا برابر آمده. بعد من بعض دوستان دیگری اینجا در بیوگرافی این مسئله هستن و بعد در آخر هم باز ما از شما باز اجازه میخوایم، باز در آخر باز ما هم یک سلسله صحبت کوتاه‌تر و شعر هم از نوایی صاحب را که در بعضی اشعار فارسی فنایی تخلص میکردن به خوانش میگیریم. در این بخشی از صحبت با دوست محترم و شخصیت فرهیخته و فعال عرصه فرهنگی دکتر سیب عبدالله رحیمی ما از اونها تقاضا میکنیم اینجا بیان و صحبت‌هایشان را در رابطه با این شاعر معزز و مکرم و زندیات امیر علی شیر نوایی ایراد میکنم. به نام آن ذاتی که خاک آورید، از آن خاک انسان پاک آورید. با عرض سپاس از دستاندرکاران این برنامه، مخصوصا دوست عزیزم دکتر سیب صخره، و با عرض سپاس از حضور تک تک شما شخصیت های فرهنگی و روحانی و اجتماعی که در اینجا تشریف آوردین. من البته فقط
خواستم در مورد هویت امیر علی نظام الدین نوایی چیزی را البته آماده ساختم که به حضورتان که بفهمین که علی شیر نوایی کی بوده. فقط ایره بدون ضیاع وقت میخوایم براتان قرائت بکنم. یولنی یخشی یماندن یه مقام بسم الله دیگن و خویق القدم. در 581 سال تولد امیر علی شیر نوایی و 540 سال تولد ظهیرالدین محمد بابر گرامی می‌داریم. اگر نظری به صفحات زرین تاریخ کشور بیفکنیم و آثار مختلفی که از خامه تاریخ نویسان و پژوهشگران تراوش یافته است مطالعه نماییم، با وضاحت آشکار می‌گردد که تاریخ کهن و پربار این سرزمین مشهور از حوادث و جریانات در بودهای مختلف میباشد. بدیهی است که پدیده‌های معنوی جامعه یعنی فرهنگ و ادبیات، ثقافت و هنر نیز از این جریانات و شرایط ناهمگون به دور نمانده نظر به وضعیت در ادوار و اعمار مختلف همواره هدف تیررس حوادث بوده است. چه تهاجم یورش‌ها و لشکرکشی‌های پیهم کشورگشایان، سلاطین و امپراتوران به منظور احراز سلطنت و قدرت و زیر سیطره در آوردن اراضی وسیع و منافی و وسعت قلمروشان تأثیر بس عمیق را به بخش‌های روبنایی جامعه انسانی گذاشته است. در این میان خراسان قدیم، افغانستان حالیه و ممالک و شهرهای مهم و مراکز عمده آسیای میانه یعنی ترکستان یا توران، فارس و هندوستان زیادتر شاهد جریانات و تحولات بوده و این امر مهاجرت‌های کتلوی را در این جغرافیا و ممالک دیگر به بار آورده است. واقعیت امر این است که فرهنگ و ادبیات نیز جزء لاینفک این است. گاهی حالات نسج و زمانی هم در حالات فراموشی و رکود قرار داشته است. یک حقیقت مسلم است که سرزمین خراسان در طول صدها بیشتر از همه دستخوش حوادث قرار گرفته میدان تاخت و تاز شاهان و سلاطین بوده است. با وجود اوضاع احوال شکننده متغیر و متشنج در خراسان ماورالنهر و فارس پیش از عصر درخشان تیموریان و سلسله بابریان بزرگ نیز میراث‌های معنوی توسط دانشمندان و اربابان فضل با حمایت بیدریغ شاهان معرفت پرور و علم دوست سلسله های سلاطین و امرای ترک نژاد چون سومری ها، غزنوی ها، قراخانیان، گوکترک ها، کوشانیان، کابل شاهان، سلجوقیان، غزنوی ها، قراخانیان، ایلخانان و دیگر سلاله های مدنیت پرور ترک به یادگار مانده است. یک اصل را نباید فراموش کرد که نقش تیموریان بزرگ در میان این سلسله ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بر اساس این ویژگی ها عصر تیموریان هرات را رنسانس شرق مسما کردند. امیر علی شیر نوایی شخصیت برازنده علمی و ادبی، مورخ، موسیقیدان و سیاستمدار عصر تیموریان هرات چون آفتاب درخشانی در آسمان علم و ادب و کشورداری، سیاست و عدالت طلوع نموده، روشنایی آن در زوایای مختلف و وطنمان و کشورهای جهان تابیده و مانند دژ استوار بر علیه جهل و تاریکی، ظلم و استبداد، بی‌عدالتی و خودبینی ایستاد و چون دریای خروشان و مصفای باغستان علم و فرهنگ را سیراب کرد. او یکی از چهره‌های ممتاز در مکتب عدل و انصاف، صداقت و انسان دوستی به شمار رفته و پیام آور دوستی و اخوت، یکدلی و یکرنگی، وحدت و نیکوکاری در میان مردمان سرزمینمان می باشد. او شخصیتی بود فضال و کریم، حامی شعرا، فضلا، هنرمندان و خاقان ادبیات بارور ترکی ازبکی. نوایی در دوره امارتش به عنوان امیر نه بل منحیث انسان مهربان و سخاوتمند با خصایل حمیده در خدمت رعیت قرار داشت و همیشه حکمرانان و اربابان سلطنت را
به عدالت و مساوات، خیرخواهی و خیراندیشی فراخوانده است. چنانچه میگوید: معنای رنگین و شیرینم به ترکی بی حد است، فارسی هم لعل و درهای سمینگر بنگری. گویا در راست بازار سخن بگشاده هم، یک طرف دکان قنادی و یک سو زرگری. زین دکانها هر گدا کالا کجا خواهد خرید، زان که باشد اغنیا این نقدها را مشتری. و یا در جای دیگر میگوید: اگر بر قوم گر yüz yoksa mindur، معین ترک اولوسی خود منیندر. آلب من تحت فرماننده آسان، چرک چک مای خطادین تا خراسان. خراسان دیمکم شیراز و تبریز، کی قلمشتر کلکمنه شکرریز. کنگل برمش سوزمگه ترک جان هم، نه یلغز ترک بلکه ترکمان هم. هرات باستان از جمله شهرهای تاریخی و باستانی کشور عزیزمان افغانستان بوده که طی چند سده گذشته مرکز علم و معرفت، کانون، فرهنگ، زادگاه و پرورشگاه علما، ادبا، دانشمندان، مورخین و سرزمین شعر و دیار ادب به شمار می رفته است. و مصداق عبارت فوق از جمله شعرا و دانشمندانی که در این خطه پا به عرصه گیتی نهاده و آثار ماندگاری را از خود به میراث گذاشته است، یکی هم امیرالکلام میر نظام الدین علیشیر نوایی می باشد. علیشیر نوایی در سال 844 هجری قمری مطابق 1441 میلادی در دولتخانه یا باغ دولت هرات دیده به جهان گشوده است. اگر به زندگی نامه آثار باقی مانده از این وزیر دانشمند، شاعر بلند آوازه و متفکر بزرگ عصر تیموریان به دقت نظر اندازی شود، در واقع مقام ادبی و جایگاه اجتماعی و سیاسی این مرد خردمند چه در عصر خود و چه در سده‌های بعدی در صفحات زرین و اوراق زرین تاریخ در ذهن و ضمیر نسل‌ها ابدی و ماندگار می باشد. نوایی بزرگ و فانی کم بدیل، همان خورشید درخشان و تابناکی است که روشناییش در زوایای اندیشه بشریت تابیده و کارکردهایش نسل اندر نسل جاودانه باقی است. فانی شخصیتی که با ورودش به دنیای شعر و ادب و سیاست در دربار دوست عزیز و رفیق صمیمیش سلطان حسین مرزا بایقرا با فعالیت چشمگیر و ابتکارات بیمانندش تحولات عظیمی را اندر باب کشورداری، رشد علم و فرهنگ و ثقافت و هنر به وجود آورد. او با ایجاد آثار ارزشمند و ذی قیمت خویش تغییرات اساسی و عمیق و تحولات قابل وصفی را در کشورداری و سیاست در دربار تیموریان هرات به وجود آورد. اشعار ترکی، ازبکی، فارسی دری او صفحه نوینی را در ادبیات زبان ترکی باز نمود. او با ایجاد آثار فناناپذیرش به خاطر غنامندی و بالندگی زبان ترکی، ازبکی امروزی نقش مهم و اساسی را بازی کرد. در حقیقت او ایجادگر شیوهی منحصر به فرد خود بوده و در واقع استاد واقعی در زبان ترکی است. نوایی مردی بود حمیده صفات و فضایل سمات، جامع الکمالات سوری و معنوی، حکیم و دانشمند، شاعر متبحر، پیشوای شعرای ترکی و فارسی که به هر دو زبان فارسی و ترکی چغتایی اشعار نغز می گفته و به همین جهت به ذواللسانین ملقب بوده و هر دو گونه اشعارش میان فن مسلم، بالخصوص اشعار ترکی او بی‌نظیر، تخلص او در اشعار ترکی نوایی و در اشعار فارسی فانی و فنایی بوده است. نوایی تعلیمات ابتدایی را در نزد پدر می آموزد و در سن 4-5 سالگی به سرودن اشعار می پردازد. در همین سن به مکتب می رود. در سال 1447 میلادی به قول 1446 میلادی بعد از وفات شاهرخ مرزا در بین شاهزادگان تیموری نزاع و دشمنی پیدا شده. در نتیجه این نزاعها و تفرقه ها پدر علیشیر با اعضای فامیلش هرات را ترک نموده از طرف یزد راهی عراق عجم می گردد. نوایی در این زمان 6 ساله بود. او همراه با پدرش 5 سال در عراق میماند و در سال 856 هجری قمری مطابق 1452 میلادی که مرزا ابوالقاسم بابر هرات را متصرف می شود، پدر علیشیر نوایی به هرات آمده و منصب حکمران شهر سبزوار منصوب می گردد. نوایی در هرات به تحصیلش ادامه می دهد.
او گلستان و بوستان سعدی منطق الطیر شیخ فرید الدین عطار را بار بار مطالعه می نماید. کتاب منطق الطیر عطار تأثیر عجیبی بر نوایی میگذارد و او را به عزلت و انزوا میکشاند. این عمل نوایی فامیل وی را به تشویش میندازد، با ترس این که مبادا این کتاب بر روح و روان او بیشتر تأثیر بیاندازد، علی شیر جوان را از خواندن کتاب منع می نماید. ولی این کار فایده‌ای نمی کند، زیرا نوایی با استعداد خارق العاده‌اش منطق الطیر را کاملا حفظ کرده بود. بعد از وفات پدر نوایی در هرات تربیه او و دوست عزیزش سلطان حسین میرزا بایقرا که در یک مکتب درس می‌خواندند زیر حمایت و سرپرستی ابوالقاسم بابر قرار می‌گیرد. حسین بایقرا 3 سال از علی شیر نوایی بزرگتر بود. زمانی که آن هر دو در مکتب بودند و عهد بسته بودند، هر کدام به مقام منصبی نایل آیند دیگری را حمایت خواهند کرد. نوایی مدت 3 سالی که در سمرقند بود و باش داشت با شخصیت‌های بزرگی آشنا شد. بخصوص حاکم سمرقند حاجی بیگ با او ارادت خاص داشت. او بعد از 3 سال اقامت در آن شهر بنابر دعوت دوست عزیزش سلطان حسین میرزا بایقرا که به هرات مسلط شده بود عازم آن دیار گردید. سلطان حسین میرزا با ارسال نامه عنوانی حاکم سمرقند عودت نوایی را خواهش نموده بود. حاکم سمرقند نیز به تقاضای سلطان هرات جواب مثبت داده نوایی را با جلال و احترام خاص به هرات روان کرد. زمانی که علی شیر نوایی وارد هرات می‌گردد، سلطان حسین میرزا بایقرا با جمله از اراکین سلطنت، علما و دانشمندان هرات از وی استقبال شایانی می‌نماید. نوایی در ابتدا به حیث مهردار اشغال وظیفه نموده و در سال 875 قمری 1471 میلادی به حیث وزیر اعلی تعیین می‌گردد و به دریافت لقب امیر که عالی‌ترین مقام دولتی امارات دیوان اعلی میباشد نائل می‌گردد و او را با پوشیدن جبه طلا و کلاه نوروزی مفتخر و سرافراز می‌نماید. سلطان حسین بایقرا زمانی که نوایی از سمرقند وارد هرات میشد درباره وی چنین گفته بود: چه گویمت چه خوش آمدی مسیح صفت، به یک نفس همه درد مرا دوا کردی. البته آثار ترکی که البته نوایی در وقت و زمانش تالیف کرده بود، ما فقط کوتاه میخوایم اینجا اشاره بکنم که یکی غرایت الصغر که امیر علی شیر نوایی این دیوان منظومش را که مرکب از 5718 بیت و یک مصرع می باشد قبل از سنین 20 سالگی نوشته است. نوادر الشباب دومین دیوان شعر ترکی امیر علی شیر نوایی است. این دیوان 5423 بیت و یک مصرع می باشد. بدایع الوسط اشعار حدود سنین 35-45 سالگی سروده شده که مجموعاً 5420 بیت می باشد. فواید الکبر اشعار بین سنین 45-60 سالگی نوایی است. این اثر ترکی جمعاً 5888 بیت و یک مصرع می باشد. البته نوایی اثر دیگری را به نام خمسه البته هم دارد. حضرت نوایی در مورد در یک جای به مقابل بی‌عدالتی هایی که البته در آن زمان وجود داشت یک شعر ازبکیست میگه: قوی درو فیروزه بحثین کم نجوم و چرخنی، نیلوفر برگی اوزه شبنم چکرمز همتم، لال دک باشم اصلسن غرقه خوناب اوتر، لال دکن سلطنت تاجیغه بلسه رغبتم، ترپا کرکم خالقامی برل عمرم بلد صرف، ترفراق بوکم براوگه یقمدی بر خدمتم. نوایی در قطعی فوق انسان را به طلب علم تشویق می کند، زیرا گدایی در طلب علم هر انسان را غنی می سازد، چون به انسانهای نیکو علم دانش 1000 بار برتر و بهتر از تخت پادشاهی است. پادشاهی در ظاهر نیکوست ولی مقامش بر پایه معنوی علم دانش استوار است. یستمن ناپاک اردن یخشراق، پاک خاطرلر ایاغی نین ایسی، لوت اغلن کوزگه سالدی تیرالک، دینغه نفس ایلنده طبع عاجزی،
در را یقتی سیادت مشعلن پاک رولیختن رسول الله قضی. البته جناب دکتر سیم اشاره کردن که به اشعار حضرت بی فاطمه البته در این اشاره میکنم. وفات روز دوشنبه تاریخ 5 جمادی الاخر سال 906 ایلچی سریع السیر از جانب سلطان حسین میرزا بایقرا به هرات آمده. بازگشت سلطان را مژده داد. امیر عالی با عده‌ای از یاران، دانشمندان، فضلا و اهل دربار روز 3 شنبه به استقبال سلطان برآمده. شب 4 شنبه در رباط پریان منزل اختیار کردند. روز بعد به رباط پایاف رفته منتظر ورود سلطان شدند و شب را در آنجا سپری کرده. بعداً جانب رباط امیر محمد ولی بیگ که قرار بود سلطان در آنجا نزول نماید حرکت شدند. بعد از اندکی پیشقراولان و ایلخانان و ایلچیان سلطان یکی پی دیگری به محل ورود شده از جانب امیر علی شیرنوایی مورد نوازش قرار می گرفتند. امیر بلند مرتبت بی صبرانه ورود دوست عزیزش را می کشید. از دور تخت روان سلطان آشکار گردید. لحظه به لحظه نزدیکتر می شد. وعده‌ای وصل چون شود نزدیک آتشی شوق تیزتر گردد. در این لحظات حساس تغییری تمام بر امیر عالیجاه رونما گردید و خواجه عبدالله را که در نزدیکشان نشسته بود گفت که مواظب من باش. در همین لحظه تخت روان سلطان نیز نزدیک آمد. امیر خواستند تا از اسب پیاده شده سلطان را به آغوش بکشد. قوت بر پاهایشان باقی نمانده بود. با یک دست به دوش خواجه عبدالله با دست دیگر بر شانه مولانا جمال الدین قاسم خواندمیر انداختند. خود را نزدیک محفی سلطان رسانیدند. بنابر ضعف تمام در آنجا نشستند. سلطان از این وضعیت امیر پریشان شده خود را به امیر رسانید و خواست با تلطف و دلجویی امیر را خطاب قرار داد ولی از امیر جوابی نشد. فوراً دستور داد تا امیر را بر تخت مخصوصی خوابانیده جانب هرات حرکت دهند. در راه طبیبان و همراهان امیر هرچند کوشیدند با گرفتن نبض و سایر مداوا او را تداوی نمایند سودی نبخشید. مولانا عبدالحی زیارتگاهی که دم از طبابت میزد مشوره داد که هر نوع علاج و مداوا در اینجا فایده‌ای ندارد. در صورت ممکن امیر را به صورت عاجل به هرات برسانند. خواجه شهاب الدین عبدالله از همراهان امیر این مشوره را صواب شمرده امیر عالی جاه را در نیمه شب جمعه ذریعه تخت مخصوص به هرات رسانیدند. فردای آن روز اتوا امیر را در منزلش هرچند قصد نبودند سودی نبخشید. در همان روز سلطان حسین میرزا نیز به خانه امیر آمده بی صبرانه و به حال پریشان مراقب حال دوست عزیزش بود و او را بیشعور دید و قطرات اشک از چشمانش جاری گردید. روز شنبه وضع امیر رو به خرابی نهاد و صبح یک شنبه مرغ و روح مطهرش را از قفس پریده به گفته خواند امیر دردا که پاک باز جهان از جهان برفت. پاک آنچنان که آمده بود آنچنان برفت. روحش که شاه باز معارف شکار بود آواز طبل شاه شنید و روان برفت. با شنیدن خبر رحلت جنت مکان نوایی شور و غوغای شیونی و فریادی از زمین و آسمان برخاست. اهل هرات خون دریا از چشم‌ها ریختند و در سوگ این ابرمرد تاریخ امیر عالی جا و رعیت پرور عدالت گستر و مردم دوست فریادها نمودند و زجه ها کشیدند. روحش شاد و نامش برای ابد جاویدان باد. تشکر سازیات. تشکر سازیات شد. خواهش می‌کنم. خیر بود. سلامت باشید.